میشه مثلا فکر کن جنگنده این بالا بوده. خب بعد اومده اینجا رو زده. نگاه کن آجی. آقا سلام و درود برای بچه گل. خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی چنل جدیدمون، چنل اونیس ولاگ. آقا خیلی خوش اومدید به این اولین ویدیو. خب بیشتر ولاگامون ما دوچرخه سواریه، موتور سواریه، تا خیلی طول بکشه بشه مسافرت و ایران گردی و اینا. آقا اول از همه من یه پلیلیست شروع کردم، قراره که ما عراق گردی بکنیم. خب از اینجا بندازیم، عراق گردی بکنیم. الان از اول از همه میخوام برم سمت مناطقی که توی این جنگ جدیده بهش حمله شد. خب پس ازت خواهش میکنم لایک رو بکوب. من اولین بارمه که با این دوربین به این گندگی، یعنی دوربین که نه گوشی، به این گندگی میام بیرون و نه افرادی که منو نگاه میکنن خیلی دوست دارم واکنششون رو بدونم. از 2 نفر داریم رد میشیم ببینم واکنششون چیه آجی. هیچ واکنش خاص، فقط نگاه میکنه این چیه روش سر این. اینجا هم آسفالت کردن، میگه ماشین رو موتور رو شد دیگه. آقا اولین جایی که حمله کردن خیلی دوره حقیقتش، یعنی با دوچرخه 1 ساعت، با دوچرخه 1 ساعت راه بودن. پشت سراح خمین عراق میشه، یه میدون خیلی بزرگی عراق داره، به اونجا میگن سراح خمین. خب خیلی به ما دوره و بخوام برم به دومین جایی که بهش حمله شد، نارنجستان عراق، که خب نمیدونم شاید این ویدیو توی آپارات حذف بشه ولی توی یوتیوب بعید میدونم. خیلی یه جوری من نگاه میکنن انگار مثلا چی رو سرمه. آقا دقیقا من یه وری دارم میرم که باد داره از اون ور میام، من دارم این وری میرم. خیلی رکاب زدن سخته واقعا توی همچی پوزیشنی. اوه سر تون بریم. دنده عوض میکنیم. یا علی خیلی گرمه. خیلی گرمه واقعا. خیلی قشنگ نگاه میکنن، مثلا نگاهشون دوست دارم واقعا. ولی ما نارنجستان نزدیک میشیم. آقا خونه ها رو میبینید همشون سالمن. خب یکیشون تقریبا تخریب شده. اوه هیچیش نمونده. اصلا نمیتونم برم سمت خونه. تقریبا همه یه دیوارشو درست کردم ولی هنوز کامل درست نشده. از اینجا جوری میندازیم. ایجا مثلا فکر کن جنگنده این بالا بوده. خب بعد اومده اینجا رو زده. نگاه کن آجی، پشمام. حالا جلوتو نگاه کن نخوری زمین. آجی پرپر کرده خونه رو. آی
این برم نها کنن 2-3 تا طبقه مثلا تخریب شده با اینکه شدت انفجار زده. پارکینگشو نگاه کن. یه دور دیگه دور بزنم ببینید چی. ولی هرچی فکر میکنم جنگنده این بالا بوده بمب ول کرده تو این خونه ها یعنی متوجه نمیشم. مثلا خونه رو نها کن دوباره اینجا نرم تو این، یعنی از خونه هیچی نمونده. برگردم تا نگرفتنم. دیدی حاجی ماشین میاد ولی من به یه جام هم نیست رد بشم. یا هنوز داره ماشین میاد ولی من باز نمیرم تا اینا برن. یه جونم نذاشتم کف دستم که. برو برادر آقا یکم گاز بده. خب اصلا دیدی که چیش نمونده. سلام. ای من اینجا سایه یا خدا یا ابوالفضل. وای آجی برگشتنی چقدر بیشتر حال میده. یا ابوالفضل سلام. نونوای زحمت گنجیشک چون نمیرسه بالا چی بال میزن. حاجی واکنش رو نکن. دیدی باید چقدر خوبه اینا همشون. یا برست ضبط میشه. رمپ آخه میذارن تو پیاده رو. اینجا کاشی کم آورده لاش سیمان گرفته. حالا من اینجا چجوری برم؟ هرچه بادا. یا خدا دیدی نزدیک بدنم بهش. دیگه چی؟ سیکوت بخورم زمین. گربه نترس کاریت ندارم. فکر کنم دیگه اینجا با فاطمیان نیست. بله از اینجا میندازیم. از اینجا یا علی اینجا بندازیم. دمت گرم. آجی موام بد به هم ریخته است. می‌بینی موام نه که این رو سرمه. بعد اصلی ترین نقطه که مورد حمله قرار میده نظم موهای بنده است. یعنی قشنگ میزنه توش. بعد سر همون من باید وایسم موامو درست کنم دوباره بذارم اینو. ای وای قشنگ جمعش کردم. آجی خسته نباشی. حاج آقا کر بود. داره تو چشم نگاه میکنه نمیتونم بدون حرف رد شم که. آجی من گم شدم. من تو عراق گم شدم. دست بزنی شادی یا بابا. ثانیه من فرمون رو ول کنم. فاطمی هست خب اینجا. من کوچه پس کوچه چیز بلد نیستم حقیقتش. میدونی من این بره باید یا آمد من فقط رکاب بزنم. نه یا
کردم داره میاد سمت من. نگو بنده خدا اسنپ بود. اینجا میشه سرعتی بری، ولی خب همونطور که شهرداری عراق خیلی داره زحمت میکشه بدین شکل ریده توی محل پیاده روی مردم عزیز. خب دیدی الان مثلا یه نمونهش بود، روبرو نکنی که اصلا عالیه. ایوه ترافیک بیا برو دیگه، پرشیا عجب خریه. منم از جلوش میگیرم میرم. آره نیا نیا عزیزم، حالا برو دیگه، برو دیگه برو. حیات چشیر ترف زدن یارو در رو گذاشته، منم سرعتم. سلام جواب نمیدم، هر کی سلام میدم چرا جواب نمیده؟ فکر کنم من سرعتم زیاده رد میشم از پشمام. اولین نفری که نگاه نکرد همین آج آقا بود. میندازیم این لاین اینجا. آجی مثل چی تشنمه. اوه کنن لار یا ابوالفضل عقب چرخید. چرا همه مثلا نگاه میکنن مثلا زیر چشمی بکرم من ندیدم کورم. زیر چشمی نگاه میکنه که من متوجه شم. واه بلو کلا یوه دست ماشاءالله. دست تو آخ دست نزن اینم نگیر. نمیدونم خب بگیری بگیر. رو اصلا نگاه کرد. نگاه کن دیدی من یه تیکه پا میزنم دیگه تا خونه دیگه میرم. یا ابوالفضل